همشو حل میکنه. یعنی دیگه متوجه میشید قضیه چیه این فعلای ناقصه چه بلایی دارن سر جمله میارن، یا حتی افعال مقاربه یا حتی افعال شروع، اینا همه در واقع ساختار جمله اسمی هستند که اون وجه حال بر دلالت بر حال داشتن و مثبت بودنشون از دست رفته، یه معنای دیگه دارن. بنابراین همه اونها فعل‌های ربطی هستند که به جای اینکه بگیم افعال ناقصه، فعل قلوب، فعل شروع، میگیم ما یه سری فعل ربطی داریم که در آغاز نهاد و گذاره قرار میگیرن و معنای ساختار نهاد و گذاره رو تغییر میدن. میبینید چندین فصل از نحو عربی با همین تئوری جمله حل میشه. خب خبر ان و ابزارهای هماهنگ با این. خبر ان مرفوع، ان و ابزارهای هماهنگش، ان و ان، کأن، لیت، لکن، لعل، ناصب اسمند و رافع در خبر. ان، کأن، لیت، لکن، لعل. استاد پس اگر ناصب اسمن چرا در مرفوعات ذکرشون کرده؟ خبرشون. اسمشون نمیده. حالا جالب اینجاست که اسمشون بازم نهاده دیگه. درسته. با اینکه نهاده و مستند الیه ببینید منصوبه. بنابراین اون جمله‌ای که من گفتم مرفوعات مساوی با مستند الیه فریبشو نخورید، باید مواظب باشید. خب الان تا اینجا بگید کجای کارید؟ کجای نحوید؟ الان در بخش آره باز شد، شکافته شد. یعنی سکوتتون دلالت میکنه بر اینکه الان مطالب شکافته شد، یا اونایی که بلد بودن تمکین در نفسشون شد یا نه؟ بله. حتما امروز مرفوعات اسم رو خوندیم دیگه. درسته. بله. و بعد حالا این موارد مهمش اینا بودن. ایناست که هنوزم تمام نشد. خبر ان و هماهنگ و ادواتی که هم گروه با ان هستن، هم گروه ها رو میگن اخواتها. خب الان تازه 12:30. من یه چند دقیقه دیر اومدم، اون چند دقیقه دیر رو هم الان جبران